درس هشتم 14 کلید قرآن شناسی استاد عبدالظاهر دایی. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، خواهرها و برادرایی که در گوگل میت برنامه ما را تعقیب میکنن و دوستایی که در اینستاگرام و در یوتیوب هستن، به همه ایتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس هشتم است. دوستای عزیز، کسایی که جدیدن به همراه ما یک جای میشن، ما در آغاز گفتیم که ما میخوایم که در یک ماه توسط 14 کلید قرآن شناسی تفسیر قرآن عظیم الشان یاد بگیریم. این 14 کلید در حقیقت برای ما باز میکنه راه را که ما چه قسم بتانیم قرآن عظیم الشان وقتی که آیاتش میخوانیم تفسیرش یاد بگیریم. و فعلا ما شما در کلید اول هستیم که معرفی الله سبحانه و تعالی در 6 چیز است که اول در ذات الله بود، باز در صفات الله بود، در افعال الله متعال و در عبادت الله متعال و در حکم الله متعال و در نامهای الله متعال. و همین بود که ما و شما امروز میرسیم در عبادت الله متعال در کلید اول. خب، عبادت طبعا ما و شما خوانیم که در تعریف الوهیت خوانیم که الوهیت از کلمه اله گرفته شده و اله در لغت به معنای معبود می باشه و در اصطلاح قرآن کریم به خالق گفته میشه که ذاتش عبادت میشه و احکامش اطاعت میشه. و ما و شما توحید حکم قبلا در توحید ربوبیت خواندیم و در توحید الوهیت حال فعلا نوبت میرسه به توحید عبادت یا معرفی الله سبحانه و تعالی در عبادت. اقسام عبادت در قرآن عظیم الشان، وقتی که ما قرآن عظیم الشان رو بخوانیم، در قرآن عظیم الشان الله متعال 6 قسم عبادت را ذکر کرده. این 6 قسم عبادت کدام یکی است؟ عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست، عبادت زبانی هست، عبادت بدنی هست، عبادت مالی هست و عبادت تشریعی که به معنای شریعت است. اینی 6 عبادت است. خب اگر میخواین در این لحظه امی 6 تا را یاد بگیریم، با اشاره دست شما اشاره میکنیم. مثلا اشاره میکنیم به طرف سر خود. اول قسم عبادت فکری هست که وقتی انسان فکر میکنه. دوم عبادت قلبی هست. عبادت قلبی عبادتی که توسط قلب میشه. سوم عبادت زبانی عبادتی است که توسط زبان میشه. چهارم عبادت بدنی هست که توسط اعضای بدن میشه، توسط چشم و دست و پا. و پنجمیش عبادت مالی هست که توسط مال و مثلا زمین و پول نقد و زراعت و مال و حیوانات و دام که میگن دام شناسی و دام در ایرانیا میگن. من میفهم که در تاجیکستان حیوانات میگن انشاءالله. اینی هست. و قسم ششمش عبادت تشریعی هست که عبادت تشریعی یعنی عبادتی که اطاعت از حکم الله، این هم عبادت است. پس ما و شما 6 قسم عبادت داریم که در قرآن عظیم الشان آمده است. قسم اولش عبادت فکری هست. عبادت فکری عبادت است که توسط فکر میشه، مثل تفکر، تدبر، تعقل. در قرآن عظیم الشان الله متعال بر ما و شما اول درباره فکر میگه که صفات مؤمنین وقتی که بیان میکنن میگه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یکی از عبادت‌های بسیار مهمی که او را بسیاری کسا انجام نمیده، او تفکر است در خلقت آسمان ها و زمین. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که شب مبرامدن تهجد میخواندن، بیرون مبرامدن به طرف سیارات و آسمان ها و طرف از یا نظر میکردن و امی آیت قرآن تلاوت میکردن و یتفکرون فی خلق السماوات والارض و تفکر میکردن و میگفتن ویل لمن قرأ بها ولم یتفکر.
ویل و شدت عذاب است برای کسی که آیت بخوانه و تفکر در خلقت آسمان ها و زمین نکنه. مثلا انسان اگر 5 دقیقه درباره از این فکر میکنه، واقعا این عقیدهش بسیار قوی میشه. فکر میکنه که این آسمان بزرگ، این سیارات، این حتی در وجود خود وقتی که فکر میکنه دیگه اینجا آیات زیاد و فی انفسکم الله متعال میگه در نفسایتان چرا تفکر نمیکنید. پس یکی از عبادات فکری تفکر است که انسان در وجود خود، در ساختمان فیزیکی بدن خود، در آسمان ها، در زمین، در کوه ها، در کل از اینا تفکر بکنه. دوم از عبادات فکری تعقل است که عقل است. الله متعال میگه افلا تعقلون، چرا شما از عقلتان استفاده نمیکنین؟ در سوره تبارکه کسایی که در دوزخ میره اینا چی میگن؟ میگن لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. یعنی اگر ما گوش میگرفتیم و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و سایر پیغمبران بیان میکردن عقیده توحید از قرآن و سنت یاد میگرفتیم و یا عقل خود در کار می انداختیم، در این صورت ما از جمله عذاب ما كنا فی اصحاب السعیر. دیگه از عبادات فکری طبعا بعد از تعقل افلا تعقلون در سوره مؤمنون آیت 80 بعد از تدبر است. تدبر این است که انسان در عواقب هر چیز فکر میکنه. مثلا وقتی قرآن عظیم شان میخونه، در قرآن عظیم شان تدبر میکنه که الله متعال وقتی میگه که الحمدلله رب العالمین، در عبارت تدبر میکنه که الله حمد خاص برای خود گفته، بنابراین ما بر کسی دیگه حمد نمیگیم و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود گفته ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بنابراین حمد خاص برای الله هست. پس ما باید چی بکنیم؟ ما باید حمد خاص برای الله بکنیم. افلا یتدبرون القرآن، الله متعال میگه چرا اینا تدبر در قرآن نمیکنن؟ در سوره نساء آیت 82. دیگه از عبادت های فکری تذکر است. افلا تذکرون، و تذکر چی رو میگن؟ به یاد آوردن و دور نمودن فراموشی و بجا آوردن شکر نعمت ها. باید این فراموشی ها را دور بکنیم. باید الله به یاد ما باشه، احکام الله به یاد ما باشه، ملائکه به یاد ما باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم به یاد ما باشه، سنت ها به یاد ما باشه. این هم یکی از عبادات های فکری است که انسان همیشه این به فکر رو در ذهنش می باشه. و دیگه تفقه هست. پنجمیش فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، چرا از هر گروه طایفه اشخاصی برای تفقه برای دین اینا خارج نمیشن؟ بناهن خود تفقه چی نمیگن؟ تفقه یعنی استعمال عقل و استعمال حس در فهم قرآن و سنت، ایران تفقه میگن. پس اگر انسان من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین، کسی که الله برش اراده خیر بکنه او را فقیه در دین میسازه. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که دو قسم فقه است، یکی فقه اکبر است که او عقیده هست و یکی فقه اصغر است که بقیه معاملات است. بنابراین الحمدلله وقتی شما دوستا این درس ها را تعقیب میکنین، انشالله الله متعال برای ما و شما اراده خیر کرده که ما و شما را توفیق داده که چی کنیم؟ که ما و شما تفقه در چی بکنیم؟ در دین بکنیم. قسم دوم عبادات گفتیم عبادات قلبی هست و عبادات قلبی طبعا عبادات است که توسط قلب انجام میشن. یک نقطه را متوجه باشین که این تقسیم بندی عبادات به فکری و قلبی و زبانی و بدنی این به خاطر آسان سازی هست. اگر نمیشه در یک عبادت کل از این داخل شد. یعنی وقتی مثلا شما یک عبادت هم میکنین به حج میرین، در حج هم عبادت قلبی میشه، هم عبادت زبانی میشه، هم عبادت بدنی میشه، هم عبادت مالی میشه، هم عبادت تشریعی میشه، اطاعت از احکام الله میشه. بنابراین این به خاطر آسان سازی هست که ما شما اینو بفهمیم. انواع عبادات قلبی تقریبا 16 قسم است. قسم اول عبادات قلبی نیت است. نیت چی رو میگه؟ نیت همون چیزی که عزم قلب است. سعی کنیم نیت خودش یک عبادت قلبی هست. بنابراین وقتی که شما یک عبادت هم میکنیم، وقتی که در قلب خود نیت میداشته باشین که من این عبادت رو بکنم. مثلا شما سحری خیستین و پس شبی میگن یا سحری میگن و نان خوردن، در قلبتان همی است که من سبا روزه بگیرم. این نیت شد. چرا؟ عبادت قلبی مربوط به قلب است. و عبادت قلبی چی هست؟
که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. منظور از احسن العمل چی هست؟ نیت صحیح هست که انسان همیشه نیت خود جور بکنه. نیت چه قسم جور میشه؟ که مثلا وقتی من یک کار میکنم هدفم کدام مخلوق نباشه، نیت من می باشه که به خاطر رضایت الله من یک کار بکنم. یکی از علما بود وقتی برش خبر میرسه که فلانی دوست فوت کرده، انا لله و انا الیه راجعون، میگه این سالم باشه بریم در جنازش. این میشینه کلگی میگه او جناب شیخ کلگی ما میخوایم به جنازه بریم ولی شما شیشتین. او میگه من به خاطر ازی شیشتم که نیت من جور کنم که تو نگویی که من به خاطر فلانی شخص در جنازه برام، فلانی که از باز خفه نشه و فلانی نفر چطور نشه. من چی کردم؟ من به خاطر ازی در این جنازه میرم که یک مسلمان است و حق عزیز که من در جنازش از نگاه شرعی برم. پس تصحیح نیت خودش یک عبادت قلبی هست. قلب انسان وقت سلیم میشه، الا مثلا در روز قیامت الا من اتی الله بقلب سلیم، کدام شخص است؟ شخصی هست که قلب ازی قلب چی باشه؟ سالم باشه. مثلا وقتی هر کار میکنه نیت خود صحیح بسازه. انما الاعمال بالنیات. ما شما میتونیم حتی یک عادت توسط نیت خوب به عبادت تبدیل بکنیم. مثلا کالا میپوشیم میگیم من لباس هم میپوشم، چون نمیپوشیم؟ به خاطر که حکم الله هست که عورت دانه ساتر بکنیم. غذا میخورم، چرا میخوریم؟ میگه به خاطر است که من تقویت شوم تا که در جهاد فی سبیل الله اشتراک بکنم. بنابراین لقمه نانم که شما میخورین این هم براتون چی میشه؟ با نیت خوب به عبادت مبدل میشه. و هر کاری که ما شما میکنیم با نیت او اجرش داده میشه. دوم از عبادات قلبی اخلاص است. اخلاص چی رو میگن؟ توجه قلب در اطاعت به الله. وقتی که اطاعت الله را میکنیم قلب ما باید توجهش به الله باشه. آیت قرآن الله متعال چی میگه؟ در سوره بینه آیت 5 و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. میگه اینا امر نشدن مگر ای که اینا الله را عبادت بکنن مخلصانه. عبادت مخلصانه کدام عبادت است؟ یعنی عبادت است که 100% عبادت به خاطر رضایت الله میکنی. 1% یا 0.5% هم در نظرت مخلوق نمی باشه. شاید یک کار را بکنی بگه فلانی مخلوق از تو خوش نشد. مثلا برای یک نفر زکات میدی، برای یک نفر صدقه میدی، او جانب مقابل میگه که والا عمو فقیر گفت که والا چندان خوب صدقه مرا نداد. اینا خفه نمیشی. چرا؟ برش میگه که من خوی صدقه رو برای به خاطر از این ندادم که فقیر بر من کمک بکنه یا مثلا از من تشکری بکنه، بلکه من به خاطر رضایت الله دادم. اینا چی هسته؟ این اخلاص میگه که انسان 100% یک عمل به خاطر رضایت الله میکنه. سومین عبادت قلبی صدق است. صدق چی را میگه؟ صدق عبارت از مساوی بودن اعمال قلب با اعضای بدن است. این یک عبادت قلبی صدق است که انسان هر گپی را میزنه قلباً زبانش و قلبش یکی باشه. پس ایناله اگر کسی چی میکنه مثلا زبانش یک چیز است و قلبش دیگه چیز است، این باز علامت منافق است. منافقین همیشه قلبشان کفر است و زبانشان اسلام است. در زبان میگه من مسلمان هستم لکن در قلب خود مسلمان نمی باشم. الله متعال در سوره مائده در آیت 119 میگه هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. این روزی هست که برای صادقین صدقشان منفعت میرسونه. یعنی کسی که قلباً با الله صادق باشه، راستگو باشه، قلباً بگه یا الله من هر کاری که میکنم به خاطر رضایت که میکنم و آنچه که میگه که من کل کار به خاطر رضایت الله میکنم، قلباً همین گپش قلب رو تصدیق بکنه که تو راست میگی. تو نشه که مثلا در زبان بگویه بر زبانت همگو یا در دلت پیدا سنن ای باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ یک نفر زبانش با قلبش که یکی نبود باز این صادق نیست. چهارم عبادت قلبی کسی یقین است. یقین چی رو میگن؟ یعنی یقین چیز هم با شما یاره خواندیم بسیاریشه در امو شروط کلمه یقین و یاره خواندیم، صدق خواندیم، یقین خواندیم، یاره خواندیم. میبینید یا کل شباهت های قلبی است. و عادت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ که از عبادات بدنی که سر عبادات قلبی زیاد کار میکردن. زیاد عبادات قلبی خود
یعنی قلب خود جور میکرده. و عادت یک انسان مؤمن موحد می است که قلب خود باید چی کنه؟ جور بکنه، به خاطر ازی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، روز قیامت روز است که مال و اولادها به درد نمیخوره الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به نزد الله در روز قیامت با قلب سالم. و قلب سالم امی هست که یقین بسیار خوب داشته باشه. یقین خوب کدام یکی است؟ یقین خوب امی هست که در او شک وجود نمی داشته باشه. الله متعال میگه و بالآخرة هم یوقنون، اونها در آخرت یقین می داشته باشند. سوره بقره آیت 4. علی رضی الله تعالی عنه میگه که من اگر اگر جنت ببینم و دوزخ ببینم در ایمانم هیچ تغییر نمیاد. چرا؟ به خاطر از اینکه اما یقین 100% به آخرت و جنت و دوزخ و صراط کاملا یقین داشتن و هیچ شکی در او وجود نمی داشته باشن. یعنی یک انسان وقتی که یقین داشته باشه، یک خواهر بود در یک کشور اروپایی، این چادر پوشید، حجاب پوشیده بود، تمام چشمایش معلوم شده بود. یک کس آمد از پیش پرسان کرد، گفت خواهر تو در یک کشور اروپایی هستی، اینجا بسیار آزادی هست و کس تو را چیز نمیگه، چرا اینقدر حجاب بسیار قوی پوشیدی و روی دام پد کردی؟ اینجا هر قسم لباس پوشی کس تو را چیز نمیگه، چرا این قسم حجاب پوشیدی؟ این سرت فشار نیست؟ این خواهر گفت که روزی که من به بسم الله الرحمن الرحیم یقین حاصل کردم که الله رحمان الرحیم است، به رحمت الله یقین حاصل کردم که مهربان است، فهمیدم که هر حکم الله به اساس رحمت است. بنابراین وقتی که الله برای گفته که باید حجاب بپوشیم و این معناست که این حجاب سمبل رحمت الله از در عقیده من چطور میتونم که این رحمت الله را به خاطر از اینکه در اینجا بی‌بندوباری هست یا گپا هست مایده تر بکنم. دیگه از عبادت های قلبی محبت است. محبت چی است؟ که دوستی با الله با قلب داشته باشی. افراد الله فی المحبه، الله را فقط دوست داشته باشی. و اینا چی میگن؟ اینا عبادت قلبی میگه. والذین آمنوا اشد حبا لله، سوره بقره آیه 165. یعنی کسانی که مؤمن واقعی هستند اینا بسیار محبت قوی با الله می داشته باشند. این محبت قلبی است که خاص برای الله می باشه. بناهن اصل محبت با الله هست و دیگه محبت ها فرع محبت الله هست. ما پیغمبر دوست داریم به خاطر چرا پیغمبر دوست داریم؟ کل پیغمبرا را به خاطر از اینه که اونا دوستای الله بودن. الله اونا رو بر ما معرفی کردن، ما به خاطر الله کل از اونا دوست داریم. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، هر مسلمان مؤمن موحد چرا دوست داریم؟ به خاطر ازی که او به الله بر ما این دوستای الله هستن و ما ایره به خاطر الله دوست داریم. و ما شما را کلتان انشاءالله کسایی که درس هم میشنون کلتان هم میگم که به خاطر الله دوست دارم. احبکم فی الله. ششمی چی است؟ خوف است. خوف چی رو میگن؟ خوف یعنی انسان مسلمان از الله میترسه، لکن به امرای این خوف چی میباشه؟ محبت و تعظیم الله میباشه. یعنی مثلا یک نفر از شیر میترسه اما محبت الله مثل خوف از الله مثل خوف و ترس از یک شیر نیست. به خاطر از اینکه مثلا یک نفر از شیر میترسه لیکن شیر بدش میاد، اما ما و شما از الله میترسیم لکن الله را دوست داریم. یک نفر از شیر میترسه لیکن بر از او عظمت قائل نیست، میگه او یک حیوان است. لکن وقتی که انسان محبت با الله میداشته باشه این محبتش مثل محبت با مخلوقات نیست. یعنی محبت است که به امرای چی؟ خوف است، به امرای الله تو خوف میداشته باشه که به امرای از اون محبت هم میباشه. به امر از این خاطر علامه ابن قیم رحمه الله میگه که انسان مؤمن مثل چی است؟ میگه مثل یک پرنده هست. این چه قسم پرنده؟ میگه مثل یک پرنده است که سرش محبت است، یک بالش خوف است، یک بالش رجا است. حالا این پرنده اگر سر نداشت قطع بود سقوط میکنه، اگر یک بالش قطع شود هم سقوط میکنه، اگه بال دیگه‌ش هم قطع شود سقوط میکنه. از این خاطر میگه انسان مسلمان باید هم در قلبش محبت داشته باشه، هم محبت الله را داشته باشه، هم خوف الله را داشته باشه و هم به الله
امید داشته باشه. اینی انسان متعادل هست. پس اینجا خوف است. الله متعال چی میگه در سوره آل عمران آیت 175؟ الله متعال میگه و خافونی ان کنتم مؤمنین. و خافونی، اینجا نون زدنه هست. فکرتان هست اگر قرآن شریف ایشان هست اینجا نون زیر داره، کسره داره، در حقیقت اینجا یک یا حذف شده اصلا. و خافونی ان کنتم مؤمنین. هفتمی عبادت قلبی خشوع است. خشوع چی میگه؟ الله متعال میگه که الم یعنی سوره الحدید آیت 16 الله متعال میگه الم یعنی للذین آمنوا، آیا وقت ازی برای مؤمنان نرسیده که ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که قلبشان در خشیت بیاید. این چی میگن؟ خشوع رو چه قسم تعریف بکنیم؟ میگه ترس به امرای ذلت قلبی از الله، یعنی قلبش بسیار الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یعنی انسان مؤمن چه قسم انسانی باشه که وقتی که یاد الله میشه قلب ازیل ترس اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی که برش الله یاد میشه که او یک نفر مثلا در جریان گناه هست، تو برش میگی از الله بترسی گناه رو نکن، یک دفعه قلبش در ترس میه و از او گناه چی میشه؟ صرف نظر میکنه. یعنی اذا ذکر الله، وقتی که برش یاد الله داده شود، یعنی یک کس دیگه برش میگه از الله بترس، این کارا نکن، وقتی که امیر برش میگه فوراً این از این کار، از این گناه دور میشه. اینه چی میگن؟ اینه خشوع میگن که با یاد الله، یاد دادن الله. وقتی که یاد الله میگه، مثلا وقتی که اذان میشه الله اکبر گفته میشه، مجردی که گفته شد الله اکبر الله اکبر قد قامت الصلاه، یعنی یک ثانیه هم طال نمیده. چرا؟ قلب ازی فوراً به الله تعلق داره و از الله میترسه. وقتی که بزرگی الله برش بیان شد که الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله قد قامت الصلاه، دیگه این دیگه تمام کار، سخت‌ترین کار هر قسم که باشه کلش ترک میکنه و به طرف الله میره و تکبیر تحریمه گرفتنش بسیار ثواب داره که کسی عاجل خود میرسانه. دیگه هشتمین عبادت قلبی چی است؟ خشیت است. خشیت چی میگه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، سوره فاطر آیت 28. خشیت چی میگه؟ میگه این هم خوف است به امرای علم و معرفت. یعنی خوف شاید عوام الناس داشته باشن، لکن خشیت کی می داشته باشه؟ کسایی که عقیده توحید خوب خواندن، خوب فهمیدن و الله را خوب میشناسن. از این خاطر الله متعال میگه انما یخشى الله، خشیت الله برای کی میسر است؟ من عبادی، در بین از بنده هایش، برای بنده های علما عالمش است. چرا او بنده که عالم باشه او باز بسیار خشیت می داشته باشه از الله متعال. نهمین عبادت قلبی رحمت است. رحمت چی رو میگن؟ میگه رحمت خشیت است به همراه عمل. اینا وقتی که یک نفر قلبش خشوع داشت با علم، این چی است؟ این قلب خاشع است. اما باز اگر اینمی خشوع قلبی منجر به این شد که عمل بکنه، باز اینجا چی هسته؟ این باز رحمت میگه. الله متعال میگه و ایای فرحبون، سوره بقره آیت 40. و خاص از من رحمت بکنین. دهمی عبادت قلبی رجا هست. رجا چی میگه؟ امید داشتن به رحمت وسیع الله. یعنی انسان مؤمن وقتی که نماز میخونه امیدوار است که انشاءالله الله نماز ما قبول میکنه. وقتی که به الله عبادت میکنه امیدوار است که الله عبادت مرا قبول بکنه. وقتی که گناه میکنه امیدوار است که الله او را مغفرت بکنه. الله متعال در سوره بقره آیت 218 میگه اولئک یرجون رحمت الله، اولئک همین مؤمنان حقیقی کسانی هستند که امیدوار رحمت الله هستند. پس گفتیم که قلب انسان مؤمن خوف و رجا است. خوف چی رو میگه؟ که از الله بترسی. و رجا چی رو میگه؟ که به رحمت الله امیدوار باشی. این که 50-50 باشه همین قلب انسان متوسط میباشه. بعضی اوقات شیطان اگه فکر دار باشه بعضی کسا رو بسیار میترسانه، رجایش امیدش از بین میبره. یک گناه عادی که میکنه
دیگه باز میگه والله ما دیگه دوزخی شدیم، خلاص شیطان برش میگه تو خلاص دوزخی شدی، قطع امید میکنه و باز میگه من دیگه دوزخی شدم رفتم دیگه. این شیطان سر ازی کامیاب شد به خاطر ازی که این از رحمت الله ناامید ساخت. این حال باز این وقتی که ناامید شد باز میگه برو دیگه از تو دوزخی هستی، برو گناههای زیاد بکن. و در پالوی بعضی اوقات چی میکنه؟ خوف از بین میبره، رجا زیاد میسازه شیطان. نماز چرا میخونی؟ رحمت الله زیاد است. روزه برو نگی رحمت الله زیاد است. این حال انسان مؤمن واقعی تسلیم دام شیطان نمیشه، هم خوف میداشته باشه، از عدالت الهی میترسه و هم به رحمت الله امیدوار است. به خاطر ترس از الله گناه نمیکنه و اگر باز کدام گناهی مبتلا شد باز به رحمت الله امیدوار میباشه. اینه رجا میگن. خب 11مین عبادت قلبی تعظیم الله است. تعظیم الله چی است؟ یعنی علم به عظمت بزرگی الله به امرای تفضل. انسان مؤمنی است که به عظمت الله متعال، که الله بسیار ذات با عظمت است، بسیار ذات بزرگ است. الله متعال در سوره شورا آیت 4 میگه و هو العلی العظیم. الله ذات بسیار عالی مقام است و ذات بسیار با عظمت است. از این خاطر وقتی که الله را عبادت میکنم و عظم ربکم سر خود خم میکنه در رکوع، باز اینجا میگه سبحان ربی العظیم. انسان های بیدین که است باز وقتی که مثلا کمونیست بیدین وقتی که برن پیش قبر لنین باز سر خود پیش مجسمه لنین پایین میکنه، او رو تعظیم میکنه. بعضی کسا مثلا بت تعظیم میکنه، بعضی میره پیش قبر تعظیم میکنه، اما چون او عظمت الله را نفهمیده. اما انسان مؤمن که هست او چی میکنه؟ به اساس عظمت الله سر خودن قایم میکنه به بارگاه الله متعال. خب دیگه از عبادت های قلبی رغبت است. رغبت چی نمیگه؟ امیدواری به همراه طلب. امید خود رجا بود، به همراه رجا طلب هم می داشته باشی. یعنی چی میکنی؟ الله متعال میگه فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب. وقتی که تو فارغ شدی سعی و کوشش بکن و به سوی پروردگار رو بیا. امی رو آوردن به امرای امید به طرف الله این رغبت میگن که انسان مسلمان قلبا همیشه به طرف الله رغبت می داشته باشه. 14مین عبادت قلبی توکل است. توکل چی است؟ عمل بدن و اعتماد قلبی این توکل میگن. یعنی انسان گندم در زمین میکنه دهقان، باز ما دو چی میکنه؟ قلبا توکل میکنه به الله متعال. الله متعال میگه که و علی الله فلیتوکل المؤمنین. باید به الله توکل بکنن مؤمنان. بناهن توکل عمل دست نیست که والا ما کار نمیکنم الله برم برسانه. این باز توکل میگن. این غلط است. توکل این است که انسان با دست خود کار میکنن و با قلب خود توکل میکنن. 15مین عبادت قلبی اخبات یا اطمینان است. و اخبتوا الی ربهم و اخبتوا الی ربهم. سوره هود آیت 23 هست. و اخبتوا الی ربهم یعنی انسان مؤمن قلب بسیار مطمئن به الله می داشته باشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. از این خاطر این انسان مؤمن که به الله اطمینان داره مطمئن است که الله روزی مرا میرسانه، کار میکنه، زحمت میکشه، لکن میگه الله رزق مرا میده. مطمئن میباشه که ان شاء الله مرا به جنت خود میبره. مطمئن میباشه که الله متعال نصرتش برای بنده های مؤمن است. مطمئن است که نظام الله و شریعت الله و خلافت الله ای کامیاب میشه. لکن یا الله مرا هم در جمله کسایی بگردان که در نظام تو، در خلافت تو مساحیم داشته باشم که وقتی که قائم میشه من در جمله عسکرها و مجاهدین امی چی باشم؟ امین نظام اسلام باشم. پس این اطمینانی که داره که الله متعال گفته که والعاقبة للمتقین، عاقبت برای متقیان است. بنابراین این میفهمه که بالاخره نصرت الله نصیب مؤمنان میشه. از این خاطر هیچ وقت به دامان از او نمیفته، بلکه همیشه
تسلیم الله می باشه و چی است اینا و اخبتوا الى ربهم ای اطمأنت قلوبهم الى ربهم. 16مین و آخرین عبادت قلبی انابت است. انابت چی رو میگه؟ رجوع دوامدار به الله، یعنی که دوامدار به الله مراجعه بکنی. این چی میگن؟ مثلا علما میگه اعتکاف قلب به الله است مثل اعتکاف بدن در مسجد. یک نفر وقتی در مسجد اعتکاف میکنه همیشه در وقت اعتکاف رجوعش به الله میباشه. این حال کسی که انابت قلبی داره قلب ازی همیشه به طرف الله رجوع میکنه. الله متعال میگه در سوره زمر آیت 54 و انیبوا الی ربکم، یعنی شما رجوع بکنین، رجوع دوامدار. نیست که در سختی ها به الله رجوع بکنین، باز در خوشی ها الله را فراموش بکنین. در پیری که ریشت سفید شده باز دیگه هیچ چیز اساگک به دست هست، باز مجبور هستی که یک جای نماز در سر شانه پرده یک کلاله که قرقلی به سر بگونی بری به مسجد. نه، در جوانی توبه کردن خصلت پیغمبری است، ورنه در پیری هر گبر مسلمان می شود. این حال انسان باید در وقتی که جوان است از این خاطر در 7 طبقه که در زیر سایه عرش الله می باشند در روز قیامت. او کی است؟ شما جوانایی هستیم که در جوانی در عبادت الله نشأت کرده باشند. یعنی مثلا در جوانی از اینترنت، از موبایل خود، از تلفن خود به عوضی که در پابجی مصروف شود، به عوضی که در سینما مصروف شود، در فیلم مصروف شود، در اینجا در عبادت الله به یاد گرفتن عقیده توحید این وسایل و این تکنولوژی را استفاده میکنن و به عبادت الله مشغول میشن و روزه و نماز و حتی همین ایام دگانه که از این جوانای دیندار مثلا این روزه میگیرن. این چی میشه؟ باز الله برای این جوانا چی میده؟ برای خاطر اینکه این کار به خاطر رضایت الله میکنن و از گناه ها و معصیت ها به خاطر رضایت الله دوری میکنن. در جوانی شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی در عبادت الله باشه، بازی در جمله کسانی است که 7 طایفه مردمی که در زیر سایه عرش می باشه در روزی که هیچ سایه نیست بغیر سایه عرش الهی. باز این جوان در اونجا در چوکی لوکس شیشته و نوشابه و خوراک و همه چیز برش هست، راضی می باشه. این الله متعال راضی میشه. خب قسم سوم عبادات زبانی هست. عبادات زبانی کدامی که میگفتن؟ عبادات زبانی عبادات هایی است که توسط زبان میشه، مثل حمد، تکبیر، تحلیل. مثلا وقتی که الحمدلله میگی عبادت زبانی است. الحمدلله و سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله، این تحلیل میگن. دیگه تلاوت قرآن، الله متعال میگه فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنین من هم شما را یاد میکنم. یعنی وقتی که انسان الله را یاد میکنه به عبادت و اطاعت، الله متعال او را به مغفرت و به رحمت یاد میکنه. سوره بقره آیت 152. ایناله الله متعال میگه در سوره فاتحه آیت 2 الحمد لله رب العالمین، حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست. و در سوره اعلا چی میگه؟ سبح اسم ربک الاعلی، سبح تسبیح بگویش به اسم ربت که بسیار عالی مقام است. سوره اعلا آیت اول. مثلا در تکبیر چی میگه؟ در سوره اسراء آیت 111 میگه و کبره تکبیرا، و شما الله را به بزرگی یاد بکنین. این کلش عبادت های چی است؟ این چیز و رتل القرآن ترتیلا، قرآن بسیار خوب با تجوید بخوان. این هم از عبادت چی است؟ از عبادت زبانی هست. خب دیگه از عبادت های زبانی دومی چی است؟ شکر است. شکر چی رو میگه؟ شکر استعمال هر نعمت در یک عبادت در مطابق حکم الله او شکر میگه. شکر چی رو میگن؟ استعمال نعمت مطابق امر الله، این شکر میگه. مثلا شما دستتانه، از دستتان چیزی که الله امر کرده که از این دستتان بر زدن دشمن اسلام استفاده بکنین، از این دستتان به کمک با مساکین فقرا استفاده بکنین، از این دستتان رمی داشته باشین که دشمنای اسلام مثلا از بین ببرین. یعنی چی میگه؟ شما شکر دستتان انجام دادین. پای مثلا قدمایتان که در راه الله فی سبیل الله، در راه مسجد، در راه خیر حرکت میگن، این شکر قدمتان است.
چشم دانه وقتی که در قرآن عظیم الشان در تلاوت الله و دیدن درس اسلام استفاده میکنه، این شکر نعمت است. این اگر کس از چشم خود در فیلم‌های غلط استفاده میکنه، این کفران نعمت کرده. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کنند. یعنی اگر کسی شکر نعمت میکنه، الله نعمتهای دیگه هم برش میده. و کسی که ناسپاسی نعمت میکنه، یعنی هر عضو بدنه که مخالف حکم الله استعمال کرده، این کفران میگن. پس شکر نعمت چی است؟ الله متعال میگه واشکرولی، ای بنده های من شکر مرا بکنین، ولا تکفرون، یعنی شما کفران نعمت ها را نکنین. سوره بقره آیه 152. چی معنا امر کرد الله واشکرولی؟ یعنی شکر برای ما بکنین، یعنی هر عضو بدنتان را مطابق حکم من استعمال بکنین. این شکر میگه. تنها زبان نیست که آدم بگه شکر 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 شکر، یعنی خلاص من شکر نعمت کردم. نه خیر، شکر نعمتی است که اعضای بدنت کلش به حکم الله متعال چی کنی؟ استعمال بکنی. هر عضو بدنت این شکر از اون عضو است. خب سوم، دعا از عبادت های زبانی هست. دعا چی است؟ طلب خواستن با کمال محبت، ذلت و خوف. یعنی وقتی که در قلب بسیار محبت الله می باشه، دست در بارگاه الله بلند میگیری، اللهم اغفر لی وارحمنی، اللهم اجعلنی من المجاهدین، اللهم ارزقنی الشهاده. این میره با محبت الله از الله طلب میکنی. این با بسیار ذلت و خوف خدا برای الله ذلیل میسازی. نصف شب 2 بجه شب میخیزی، 2 بجه شب میخیزی در تهجد، و اونجا سر سجده سرت میمانی، باز میگه اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی، یا الله مرا ببخش، اللهم نجنی، یا الله تو ذات ستیر هستی، ستر بگو بالای من، گناه های من ستر بگو. یا الله تو غفار هستی، غفور هستی، مغفرت بگو برای من. الله متعال میگه که وقال ربکم ادعونی، الله متعال میگه که از من طلب بکنیم استجب لکم، من بر شما اجابت میکنم. دیگه از عبادت های قلبی چی هست؟ استغاثه هست. استغاثه چی رو میگه؟ استغاثه هم دعا هست، لکن فرق بین دعا و استغاثه چی هست؟ که دعا در حالات عادی میشه، هر وقت انسان دعا میکنه، در عبادت دعا میکنه، در هر جای میشینم، از خوابم که میخیزه دعا میکنه، که به خواب میرم دعاهای مختلف و از کار مختلف میخوانم. اما استغاثه چی رو میگه؟ استغاثه دعا هست در حالت سختی. حالت سختی مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر وقتی که رفتن، تعداد مجاهدین بسیار کم بودن، تعداد دشمنای اسلام بسیار زیاد بودن، لشکر دشمنای اسلام بسیار از اون وسایل جنگی وقت بسیار وسایل داشتن. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت سخت اینقدر میگه به الله دعا کرد که حتی مقدفش از شانش پایین افتاد. اینقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کلشان به الله رجوع کردن که الله نصرت نصیب ما بکن. اینجا چی گفت الله متعال؟ در سوره انفال آیت 9 الله میگه اذ تستغیثون ربکم، وقتی که شما استغاثه به الله میکردین، یعنی دعا میکردین، دست دعا بلند میکردین به الله متعال، در وقت چی؟ در وقت سختی، فاستجاب لکم، باز الله اجابت کرد برای شما. باز الله متعال چند هزار ملائکه را برای کمک از اینا فرستاد. دیگه از عبادت های زبانی توسل است. توسل چی را میگه؟ توسل این است که یک چیزی را در دعا برای الله پیش میکنیم. مثلا توسل گاهی با چی میشه؟ توسل با صفات الله میشه. میگی رب اجعل هذا بلدا آمنا، ای رب. اینجا ابراهیم علیه السلام با نام الله که رب است، رب العالمین است، توسل میکنه. مثلا ما شما میگیم الله تو غفور هستی مرا بخش، یا الله تو رحیم هستی، ولله الاسماء الحسنى، الله اسماء حسنا داره، فدعوه بها، با الله میگه توسل اینی نامهای الله را به الله پیش میکنی و از الله طلب میکنی. این توسل است به نامهای الله. دیگه توسل با ایمان خود انسان است. مثلا یک نفر ایمان خدا به الله پیش میکنه، میگه ربنا آمنا بما انزل، یا الله ما ایمان آوردیم با آنچه که تو نازل کردی، و تبعنا الرسول، و ما متابعت از رسول کردیم، فاکتبنا مع الشاهدین. پس اینجا ایمان به قرآن
و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره چی کردن؟ ایره وسیله قرار دادن، توسط توسل کردن که یا الله ما ایمان خدا به تو ایمان آوردیم، ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم مطابقت کردیم، به کتابت ایمان آوردیم، سر ما رحم بکن. دیگه مثلا توسل با چی هستن؟ با اعمال خود انسان است. توسل با اعمال چه قسم میشه؟ مثلا یک نفر توسل میکنه با اعمال خود، میگه که مثلا من اینی عمل کردم، مثل که چند نفر که در غار بند مانده بودن، با زیاد حدیث آمده که توسل کردن هر کس به اعمال نیک خود، گفتن یا الله ما فلانی وقت میتونستم فلانی گناه را بکنم، از ترس تو نکردم، یا الله ما با والدین خود این خدمت کردم به خاطر رضایت تو، از این خاطر بازم سنگ دور شدم. میرفت دیگه توسل به عاجزی خود انسان میشه. مثلا یک نفر عاجزی خود پیش میکنه، مثل که زکریا علیه السلام به الله متعال عاجزی خدا پیش کرد، گفت قال رب اینی وهن العظم منی، الله ما بسیار عاجز هستم، استخوانایم پوسیده شده، و اشتعل الرأس شیبه، و سرم بیخیامت سفید شده، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، ای پروردگارا از دعای تو من هیچ وقت چی محروم و ناامید نبودم. دیگه باز چی میگه؟ باز در آخر به الله میگه که یا الله متعال برای من فرزند بده. اینی توسل های است و دیگه توسل با دعای یک مؤمن میشه. توسل دعای مؤمن چه قسم است؟ یک مؤمنی که زنده باشه بر از اون میری، این با ضرور نیست تو از تو که رتبهش بلند باشه. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عمر رضی الله تعالی عنه گفت، وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه به عمره میرفت، برش گفت که دعا کن برای ما، او دعا یا اخی، برای ما هم دعا بکن ای برادر. رتبه رسول الله بسیار بلند بود از رتبه عمر رضی الله تعالی عنه کردن، لکن از او طلب دعا خواست. پس انسان مثلا به مادر خود میگه، به پدر خود میگه، به یک عالم میگه، به یک دوست خود، به یک رفیق خود، به یک شاگرد خود، برای یک کسی میگه که تو هم برای من دعا بکن، که این چی میشه؟ این هم است. دیگه از عبادات زبانی استعاذه هست. استعاذه چی است؟ که انسان به الله پناه میبره. همیشه قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اینا مثلا اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اینمی که انسان پناه میبره فقط به الله. چرا در مشرکین که هستن اینا این عبادت نمیکنن، اونا به کی پناه میبرن؟ یکی به بت پناه میبره، یکی به قبر پناه میبره، یکی به مورگک پناه میبره در گردنش خود میپرته، یکی به یک سنگ پناه میبره و سنگ میگیره، از یک درخت چوب میگیره، این چیزا رو میگیره، یک کس تار در استفاده میکنه و چیزای غیره. بعضی کسا به آفتاب پناه میبره، بعضی به مهتاب، حتی به گوها، حتی سرگین گوها رو میگیرن، بعد از او خود جان خود سرگین پر میکنن، پناه میبرن که ما را ما را از بلاها خلاص کنن. پس آن مسلمان که است استعاذه پناه به الله میبره. دیگه از عبادات زبانی تعویذ است. تعویذ چی است؟ تعویذ امی هست که مثلا انسان اولاد خدا یا کسی دیگه را به الله پناه میده. استعاذه که خود انسان به الله پناه میبره، تعویذ یا کسی دیگه را به چی؟ به الله پناه میده. مثلا مادر بیبی مریم برای الله گفت که و اینی اعیذها بک، یا الله من اینه به تو پناه میتم. متوجه هستین؟ اینه استعاذه میگه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعوذ الحسن و الحسین، باز حسن و حسین به الله پناه میداد و میگفت که پدرتان که ابراهیم علیه السلام بود کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق. باز چی میگه؟ اعوذ بکلمات الله التامه من كل شیطان و همه و من کل عین لامه. اعوذ ما پناه میبرم به کلمات الله که تامه هست، من کل شیطان و هم. یعنی ببینید اینجا استعاذه اینه در زبان عربی در شریعت رقیه شرعی هم میگن. این چی هست؟ این استعاذه هست. دیگه تعویذ هست. حالا متاسفانه مشکلی شده وقتی که تعویذ زیاد میشه اما کاغذکی میشه. اینقدر مثلا بدعت ها زیاد شده که مستقیما ذهن به تعویذ که میگی این به کاغذ میره، در حالی که در شریعت تعویذ به زبان است. قل اعوذ، نگفته اکتب اعوذ، گفته قل اعوذ برب الناس. دیگه اشتمش استعانت است به معنای طلب کمک با اعتماد به الله در جلب منفعت و دفع ضرر. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی استعانت فقط از الله میخوای. دیگه استمداد است. استمداد چی میگه؟ طلب مدد میگه که از الله طلب مدد میکنی. و یمددکم باموال و بنین. الله متعال در سوره نوح آیت 12 میگه که الله شما را، نوح علیه السلام گفت برای قوم خود که شما را الله مدد کرد با اموال و بنین. پس استمداد، طلب مدد
یا الله مدد کن مرا. از این هم از عبادت های زبانی هست. دیگه وسیله هست. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. شما چی کنین؟ تقوا بکنین و به الله وسیله بخواین. این وسیله چی هست؟ و با عزیز که قرآن خود قرآن بیان میکنه. این وسیله چی است؟ اعمال نیک خدا مثال چی میگه؟ وجاهدوا فی سبیله. پس یکی از وسایلی که الله متعال میگه که شما رو انجام بدین چی هست؟ جهاد فی سبیلش است. و سوره والعصر که است امی وسایل برای ما و شما بیان میکنه. و قتاده رضی الله عنه یک تابعی است و مفسر قرآن است، میگه که وسیله با طاعت و عمل به آنچه که الله راضی میشه تقرب و نزدیکی حاصل میکنین. دیگه از عبادت های زبانی تقرب است. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. یعنی ما میخوایم که به الله خود قریب بسازیم. با الله چه قسم قریب میشیم؟ وسایل تقرب به الله چی است؟ امی است که الله متعال میگه در سوره علق آیت 19 واسجد واقترب. سجده بکو به الله قریب میشیم. اینال بت پرستا میخواستن از طریق بت خدا به الله قریب بسازن. قبر پرستا خدا از طریق قبر به الله میخوان نزدیک بسازن. پاپ پرستا و کشیش پرستا که هستن نصرانی‌ها یا از طریق پاپ و کشیش میخوان فادر یا که میگن خدا به الله قریب بسازن. لکن انسان مؤمن با سجده خدا به الله قریب میسازن. قسم چهارم عبادت های بدنی هست. انشاءالله عبادت های بدنی و عبادت های مالی و تقنینی را انشاءالله در درس بعدی میخوانیم چون وقت ما شما پوره هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.